با تقدیم گرمترین درودها حضور بینندگان عزیز، من سعید احمدی هستم. برنامه کنگره همبستگی ایرانیان رو خدمت شما تقدیم میکنم و آرزو میکنم که با دقت به این برنامه توجه بفرمایید و ما رو از نظرات و پیشنهادات خود مطلع بفرمایید تا بتوانیم در بهبود کیفیت برنامه بیش از بیش کوشش کنیم. در روزهای آغازین ماه ارداد هستیم و اجازه میخواهم درباره روزهای 4 و 5 ارداد که مصادف با سالگرد خاموشی 2 ابرمرد تاریخ ایران اعلیحضرت رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی است صحبت کنیم و گرمترین و بهترین درودهای خود را تقدیم روان پاکشان کنیم. برای اینکه شاهنشاهان پهلوی خدمات شایسته و بزرگی برای ملت ایران و کشور ایران انجام داده‌اند، جز بر آنانی که سعی کرده‌اند چشم و گوش خود را بر روی واقعیت‌ها ببندند، بقیه ملت ایران به خوبی آگاه هستند و می‌دانند که از سال 1925 که رضا شاه بزرگ بر تخت شاهنشاهی ایران نشست تا سال 1979 که با دسیسه بین المللی و به کمک ارتجاع سرخ و سیاه پایان پادشاهی دودمان پهلوی اعلان شد، چه خدمات شایسته‌ای برای کشور و ملت انجام شد. در طی این دوران که متاسفانه در میانه آن جنگ جهانی دوم شروع شد و کشور ایران ناجوانمردانه علیرغم اعلان بی‌طرفی و بر خلاف کنوانسیون ژنو مورد حمله نیروهای متفقین و نیروهای انگلستان و اتحاد شوروی اون زمان قرار گرفت و وقفه‌ای در اصلاحات مملکت پیدا شد و کشور آسیب دیده ایران که اقتصاد خودش رو بر اثر هجوم بیگانه متزلزل میدید و اوضاع احوال سیاسی کشور در دشمندی، درایت و حس میهن‌پرستی پادشاه دوم پهلوی محمد رضا شاه 2 مرتبه به شاهراه ترقی برمیگردد. زمانی که پادشاه فقید کشور را ترک کرد، کشور ایران در اوج ترقی بود و جایگاه ویژه‌ای در جامعه ملل داشت و به آن جایی رسیده بود که واقعا در شأن ملت ایران و کشور کهنسال ایران بود، به طوری که اخیراً دیدیم حتی سران این رژیم که دشمنی دیرینه با خاندان پهلوی و با ملت ایران و کشور ایران داشتند و دارند هم ناگزیر شدند به اینکه اعتراف کنند که در اون دوران ایران در اوج شکوفایی بود و پاسپورت ایرانی پاسپورتی بود با ارزش و آنچه که مردم ایران داشتند برای آنان پرشکوه و قابل ارزش بود. متاسفانه دسیسه‌های جهانی با کمک دست‌های داخلی اوضاع کشور رو برهم زد و وضعی در ایران ایجاد کردند که امروز همگی ما شاهد آن هستیم. در اینجا من اجازه می‌خواهم به نکته‌ای اشاره بکنم که شاید مورد توجه بینندگان عزیز ما قرار بگیرد. چند سال پیش سفری داشتم به کشور ترکیه و به عنوان یک توریست به طبع از بعضی از نقاط باستانی این کشور دیدن می‌کردم. روزی به یکی از قصرهای قدیمی رفتم در شهر استانبول. دختر جوان ترکی راهنمای قصر بود و گفت این سالنی رو که مشاهده می‌کنید روزگاری دختران جوان این کشور مانند من در اینجا می‌آمدند و برای سلاطین عثمانی می‌رقصیدند و بساط مشاطگری آماده می‌کردند تا آنها را خوشحال بکنند. اما وقتی پدر من آتاتورک آمد و اون بساط رو برهم ریخت و بنیانی نو در این مملکت نهاد، امروز من به عنوان یک زن جوان ترک آزادم که به دانشگاه بروم، تحصیل کردم و امروز در اینجا راهنمای توریستی شما هستم. و
اکثر اون توریست هایی که در اون گروه بودند برای این دختر جوان دست زدند و به او تبریک گفتند. در همون زمان من به یاد آوردم کشور خودمون و ما مردم رو، ما مردم ناسپاس رو، ما مردمی که شاهنشاهان ما خدماتی شاید به مراتب بزرگتر از دیگران کردند برای ما و هرگز قدر ندانستیم و نه تنها قدر شناس نبودیم بلکه آن کردیم که حتی بازگو کردنش شرم‌آور است. کاری که خلخالی کرد با آرامگاه رضا شاه بزرگ شاید یکی از نقاط تاریک تاریخ ایران باشد. باز به خاطر میآورم در پایان جنگ جهانی دوم وقتی که متفقین اصرار داشتن، به خصوص وزیر امور خارجه وقت آمریکا، که امپراتور ژاپن رو هم به دادگاه نورنبرگ بفرستن برای محاکمه، وقتی که به این آقایان خبر دادند که اگر بخواهید جنگ جهانی دوم تا ابد ادامه پیدا بکند اصرار و پافشاری کنید بر روی محاکمه امپراتور ژاپن، آمریکایی ها دست کشیدند و از این کار صرف نظر کردند. زیرا ملت ژاپن ملتی بود زنده و ملتی بود که غرور و افتخار خودش رو میدانست و میشناخت برخلاف آنچه که ما عمل کردیم و میکنیم. یادم میآید وقتی که آقای روح الله خمینی به ایران آمد و در اون حسینیه جماران جمعی از لومپنها رو به گرد خودش جمع کرده بود و با پوزخند فرمایشات حضرت امام رو گوش میکردند، ایشون داشت نقل قول میکرد از این که به او گفتم، منظورش محمد رضا شاه بود، که کاری نکنه که روزی که شما از ایران میروید مردم به همان طریقی که انگلیس ها پدر شما رو بردن ابراز شادمانی بکنند. در اونجا واقعا من به عمق فاجعه پی بردم. ملت عزیز ایران، دوستان من، هم میهنان، صحبت از یک فرد نیست، صحبت از یک شاه نیست، صحبت از یک سلسله نیست. پادشاهان میآیند و میروند و سلسله ها همچنین. صحبت غرور ملی است، صحبت شناخت غرور ملی است، صحبت حفظ غرور ملی است. آنچه این رژیم با ملت ایران کرده است توسط دستهای پنهان بیگانگان و توسط اتحاد شوم ارتجاع سرخ و سیاه شکستن غرور ملی ما ایرانیان بوده است و تا زمانی که ما این غرور ملی رو مجدداً باز نیابیم در این گردابی که غوطه‌ور هستیم غوطه‌ور باقی خواهیم ماند و لازم است روزی به خود بیاییم و فرق خوب بد بشناسیم، فرق خائن و خادم را بشناسیم تا اجازه ندهیم به استعمار و استعمارگران که خادمین را در نزد ما بد و خائنین را در نزد ما قهرمان جلوه دهند. آنچه سیاست استعماری انگلستان در طی 34 سال گذشته انجام داده است دقیقاً بر همین پایه بوده است، چون آنان به خوبی می‌دانند که ما قدر خدمت را نمی‌دانیم. آنان به خوبی دریافتند که چگونه می‌توانند خائنین را به عنوان قهرمان به ما غالب بکنند. و فاجعه‌ای که امروز آقایان اصلاح طلب به پا کرده اند نتیجه همین ندانستم کاری ها و قدر ناشناسی هاست، چون ما نمیدانیم چه کسانی خدمتگزار هستند و چه کسانی خائن به کشور ملی و به این ترتیب هر کسی میتواند از این آب گلالودی که فراهم است ماهی بگیرد و آنطور که دلش میخواهد. جا دارد در اینجا یادی کنیم از دوست بسیار خوب و یار شفیق و مردی که سپاس دوستی رو به جای آورد و در آخرین لحظات و در سخت‌ترین شرایط و بحرانی ترین لحظه های زندگی آن را مرد بزرگ پادشاه فقید ایران در کنار او باقی ماند و او را تا آخرین دم حیات همراهی کرد. پرزیدنت محمد انور سادات، رئیس جمهور فقید مصر.
من به عنوان یک ایرانی درود میفرستم به روان پاک محمد انور سادات، آن رادمرد بزرگ تاریخ مصر، مردی که سپاس دوستی رو به جای آورد. از این مقوله که بگذریم، در مرداد ماه رخداد دیگری در کشور ما اتفاق افتاده است که شاید یکی از بزرگترین اتفاقاتی است که در قرن 20 نه تنها در کشور ما رخ داد بلکه در منطقه خاورمیانه رخ داد. چون بعد از انقلاب مشروطه ایران بود که انقلاب ترک‌های جوان در ترکیه رخ داد، در عثمانی و آتاتورک توانست موفق بشود که ترکیب کشور عثمانی رو عوض بکنه و در واقع حکومت سلطنتی رو در اونجا تبدیل بکند به یک حکومت دموکراتیک. همانطور که انقلاب مشروطه ایران توانست حکومت سلطنتی رو تبدیل بکند به حکومت مشروطه پادشاهی و آنچه که دستاوردهای انقلاب بزرگ مشروطه ایران به تعبیر دیگری نهضت مشروطه بود، در واقع سکولاریسم بود، لیبرالیسم و همچنین ناسیونالیسم ایرانی. در روزگار قبل از مشروطه تنها نامی از ایران باقی مانده بود. در روزگار قبل از مشروطه 9 میلیون انسان فقیر، بیمار، فلک زده و بیخبر از همه جا در کشوری زندگی می‌کردند که سلاطین مستبد از یک سو و مالکان بزرگ از سوی دیگر آنها را در شهرها و روستاها به زنجیر کشیده بودند. ملایان ریزخوار خوانین در به اسارت کشیدن مردم به هر طریق ممکن دست در دست بزرگان و اغنیا و اقویا داشتند و تا اونجا که می توانستند ملت ایران رو تحمیق بکنند و اونها رو به بیراهه ببرند از هیچ کوششی فروگذار نبودند و برای به دست آوردن جیفه ناچیز دنیوی دین و اخرى رو به راحتی می فروختند و زندگی نامیمون و نامبارکی رو ادامه میدادند. مشروطه که به همت روشنفکران ایرانی پا گرفت و با کوشش مردمان عادی ایران و با نثار خون هزاران انسان جای گرفت، توانست چهره کشور را عوض کند. اقتصاد ورشکسته در دوران پادشاهی رضاشاه بزرگ تبدیل شد به یک اقتصاد خودکفا. کارهای عمرانی و ساختار زیربنای اقتصادی مملکت و همچنین ساختار زیربنای صنعتی کشور شروع کرد به شکل گرفتن. دانشگاه تأسیس شد، مدارس مختلفی ایجاد شد. به فرمان رضاشاه بودجه اوقاف در اختیار تحصیلات اجباری ابتدایی قرار گرفت. رضاشاه زن ایرانی را از اسارت بیرون آورد و همه اینها محصول مشروطه بود، چون رضاشاه و دیگران کسانی که در تیم او به سازندگی مملکت مشغول بودند همه محصول انقلاب مشروطه ایران بودند. مشروطه در زمینه سکولاریسم موفق شد نه تنها دست ملایان و دکانداران دین را از دخالت در امور حکومتی ایران کوتاه کند، بلکه با برچیدن محکمه‌های مذهبی، محکمه‌هایی که در واقع توسط روحانیون یا ملایان اداره میشد و تبدیل اونها به محاکم دادگستری با استفاده از قوانین حقوقی مدرن در واقع یک عدلیه یا یک دادگستری برای مملکت ایجاد بکند که مردمی که تا قبل از آن پناهی نداشتند و اگر مورد ظلم و ستم قرار می گرفتند مرجعی برای رسیدگی به اونها نداشت، امروز می توانستند به دادگستری مراجعه بکنند و با استفاده از قوانین مدرن آن روزگار می توانستند به حق و حقوق خود نائل بشوند.
در زمینه لیبرالیسم هم مشروطه آمد و ارمغانی برای ایران آورد که در واقع مجلس ایران بود و نمایندگانی که از سوی مردم انتخاب می شدند و به مجلس روانه می شدند و در واقع ضامن حقوق ملت ایران بودند در مقابل نه تنها حکومت بلکه در مقابل بیگانگان. خدماتی که مجالس دوران مشروطه انجام دادند بر کسی پوشیده نیست، اسناد و مدارک همه آنها موجود است و می‌بینیم که چگونه مجلس و مجلسیان توانستند حقوق حقه ملت ایران رو در برهه‌هایی از تاریخ حفظ بکنند و حتی مجلس توانست با وضع قوانین بسیاری از بسیاری جهات مملکت از هم گسیخته ایران را سر و سامان ببخشد و به این ترتیب سه اصل لیبرالیسم و ناسیونالیسم و همچنین اصل مسلم سکولاریسم در مملکت به این ترتیب اجرا شد. مشروطه در سال 1979 متاسفانه لگدمال یک دسیسه جهانی و یک توطئه داخلی شد. آنچه را که پدران ما با خون دل یک قرن پیش به دست آورده بودند ما به راحتی در 1979 از دست دادیم و وقتی به ژرفای این اتفاق مهیب دقت می‌کنیم می‌بینیم که چگونه دست‌های پنهان استعمار از دیرباز نقشه شومی برای کشور ایران کشیده بود و در طی سالهایی که تلاش می‌کردند این نقشه را اجرا بکنند توسط نیروهای داخلی، توسط کسانی که پشت به میهن و رو به بیگانه کرده بودند، دست در دست بیگانگان آنچه را که فراورده و دست آورده مشروطه ایران بود رو در سال 1979 لگدمال کردند. توسعه ایران از 1925 تا 1979 به جز دورانی که دوران پس از جنگ و اشغال ایران بود به طور ممتد در دوران پادشاهی دو پهلوی ادامه پیدا کرد و در هنگامه سقوط 79 ایران جایگاه ویژه‌ای در بین جامعه ملل برای خود ایجاد کرده بود که مایه مباهات و افتخار هر میهن پرستی بود. متاسفانه آنچه که بر مملکت ما گذشت همانطور که عرض کردم توطئه‌ای بود که امروز در خاورمیانه به صورت گسترده تر اون توطئه رو داریم میبینیم و اگر اندکی به عقب برگردیم و عوامل ایجاد این توطئه رو ببینیم میبینیم که چگونه طراحی هایی از قبل انجام شده بود و چگونه اجرا شد. آقای برژینسکی که یکی از مغزهای متفکر جامعه سیاسی و فلسفی آمریکا هست توسط همه بینندگان عزیز ما شناخته شده است. چهره است بسیار معروف و مشهور. ایشان از سال 1977 تا 1981 مشاور امنیتی پرزیدنت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا بود و امروز هم در اکثر دانشگاه‌های معتبر آمریکا و در مراکز تینک تنک یا اتاق‌های فکر آمریکا حضور دارد و هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در واقع از تئوری‌های بهره جستند و در سیاست‌های خود به کار بردند. برژینسکی طرحی رو پیشنهاد کرده بود به نام طرح یوراسیا بالکان، یعنی در واقع بالکان یوراسیا. یوراسیا همونطور که بینندگان عزیز می‌دانند به ترکیبی از دو قاره اروپا و آسیا گفته می شود، چون بسیاری از جغرافیدانان معتقد هستند که دو قاره اروپا و آسیا دارای مرزهای طبیعی نیستند بلکه مرزهای فرهنگی است که این دو قاره را از همدیگه جدا می کند. برژینسکی دقیقاً اشاره می کند به اینکه خاورمیانه محور
کنترل و اهرم کنترل کننده یوراسیا بالکان است. منظور او از یوراسیا بالکان در واقع بالکانیزه کردن منطقه است که شامل خاورمیانه بزرگ می شود. او به منطقه اشاره می کند که در قسمت قفقاز شامل ارمنستان و آذربایجان و گرجستان است و در قسمت آسیای میانه شامل کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و کشور افغانستان، ایران و بخشی از ترکیه می شود. برژینسکی معتقد است که کنترل این منطقه می تواند در واقع اهرمی باشد برای کنترل بقیه قسمت‌های خاورمیانه و در یک اشل بزرگتر برای کنترل جهان. بعد از اتفاقی که در سال 2001 در آمریکا رخ داد و حمله تروریستی که به شهرهای نیویورک و واشنگتن شد، آقای جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنرانی‌های متعدد مکرر ابراز کرد که آمریکا نمیتواند وضعی را که در خاورمیانه وجود دارد رو تحمل بکند. حکومت جورج بوش به یک طرح جدیدی دست زد که اولین بار در سال 2003 توسط آقای جورج بوش آن طرح خاورمیانه بزرگ اعلان شد و بعد در سال 2004 در کنفرانس G8 که کشورهای کانادا، آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا و ژاپن شرکت داشتند، در اونجا رسما دولت آمریکا به کشورهای شرکت کننده طرح خاورمیانه بزرگ رو ابراز کرد و جالب اینجاست که مورد تایید اون کشورها هم قرار گرفت. در سال 2006 که جنگ 34 روزه اسرائیل با لبنان شروع شد و این جنگ در واقع همانطور که بسیاری از کارشناسان گفتند جنگ پراکسی بود بین ایران و اسرائیل به واسطه حزب الله لبنان، شروع کننده چیزی بود که به قول خانم کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه وقت آمریکا، تولد دردناک خاورمیانه بزرگ که البته خانم رایس برای اولین بار در تل‌آویو کلمه خاورمیانه جدید رو به کار برد که بسیار مورد توجه کشور اسرائیل و نخست وزیر وقت اسرائیل آقای اولمرت قرار گرفت و او هم در سخنرانی‌های بعدی خودش به این طرح اشاره کرد. در این طرحی که در واقع نئوکان‌های آمریکایی تهیه کرده اند و بر اساس طرح اصلی برژینسکی هست، اینها خاورمیانه رو به دو شکل می‌خواهند تحت کنترل خودشون در بیاورند. اول با ایجاد ناامنی، با ایجاد کشتار، با توسعه اختلافات قومی و مذهبی، اتفاقی که امروز در سوریه در جریان است، اتفاقی که در مصر رخ داده است، در تونس و در عراق و در سایر کشورهای منطقه این رو به چشم می‌بینیم. و در مرتبه دوم کوچک کردن کشورها یا به تعبیر خودشون بالکانیزه کردن خاورمیانه برای اینکه بتوانند کشورهای کوچکتر را راحت‌تر کنترل بکنند. و بر اساس این طرح هست که بهار عربی که در واقع خزان بسیار غم‌انگیزی است در خاورمیانه آغاز شده است. و اینکه ما می‌بینیم چطور دولت آقای باراک اوباما چشم خودش رو بر روی جنایت‌هایی که امروز در کشور سوریه در جریان است بسته است، شاید جای تردید نیست، چون همه اینها می‌دانند که برای اجرای بخش بالکانیزه کردن خاورمیانه و اجرای طرح برژینسکی باید انسان‌های بیگناهی در منطقه از بین بروند. نه برای دولت آمریکا و نه برای دولت انگلستان و نه برای اسرائیل که در واقع طرح برژینسکی رو اجرا می‌کنند هیچ تأثیری دارد که هزاران نفر و شاید حتی صدها هزار و یا چند میلیون انسان بیگناه در خاورمیانه از بین بروند. چون آنچه مطرح است مسائل ژئواستراتژیک این سه کشور است در منطقه خاورمیانه، منطقه‌ای که بزرگترین ذخایر نفت و گاز و انرژی جهان رو در اختیار داره
و بهترین وسیله سرگرم کردن آنها همین مسائلی است که امروز در خاورمیانه جریان دارد. در واقع وسیله دیگری که اینها میخواهند از اون استفاده بکنند برای کنترل جوامع خاورمیانه، استفاده از اسلامیست های میانه رو است در مقابل اسلامیست های تندرو، و اینکه آقای محمد مرسی توانست به قدرت برسد و خوشبختانه با هوشیاری ارتش مصر از کار برکنار شد و آمریکایی ها سعی بر روی آن اتفاق میهن پرستانه‌ای که در مصر رخ داده است رنگ و بوی کودتا بزنن، همان کاری رو که در 28 مرداد 1332 کردن در ایران. این ترفندها رو امروز مردم خاورمیانه شناختند. فشارهایی که امروز دولت آمریکا بر روی عربستان سعودی و کشورهای منطقه خلیج فارس وارد می‌کند برای باز کردن درهای سیاسی، می‌بینیم که این کشورها زیر بار نمی‌روند. عربستان سعودی، قطر و امارات برای کمک کردن به سلفی و جهادی ها احساس دادند و در واقع جنگ رو در روی آمریکا با مردمان و حکومت‌های خاورمیانه در جریان است. متاسفانه رخدادها به گونه‌ای است که هیچ خبر خوشی از خاورمیانه به گوش نمی‌رسد. روزها ما شاهد هستیم جنگ و خونریزی و نفرت است. گاهی نفرت و سبوعیت انسان‌ها به حدی می‌رسد که انسان از انسان بودن خود شرمنده می‌شود. صحنه‌هایی که گاهی توسط فیلمبرداران به نمایش در می‌آید و در تلویزیون‌ها و یا در رسانه‌های مختلف می‌بینیم، حکایت از خونخواری انسان‌ها بر علیه انسان‌ها دارند و اینکه چگونه قدرت‌های بزرگ قادرند دست به یک چنین جنایت‌هایی به علیه بشریت بزنند، این خود داستانی است بسیار غم‌انگیز. اما کسانی که تا به حال معتقد بودند که آنچه را که پادشاه فقید ایران شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی هزاران درود به روان پاکش همواره در سخنرانی‌های خود ابراز می‌کرد که اینها می‌خواهند ایران را ایرانستان کنند، اینها می‌خواهند این مملکت را تجزیه کنند، امروز تمام اون کوردلانی که بر این افکار خورده می‌گرفتند و تصور می‌کردند که او برای چند صباح حکومت دست به یک چنین صحبت‌هایی می‌زند، امروز باید بدانند که طوفانی در راه است که عنقریب خاورمیانه و من جمله کشور ما را در هم خواهد نوردید. امروز بر هر ایرانی میهن پرستی فرض است که دست برادری و دوستی به هم میهن خود بدهد. سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی باید با یکدیگر به یک توافق ضمنی برسند. امروز اگر بلیه ای رو که نقشش رو از سالها قبل برای کشور ما طرح کرده اند جلوگیری کنیم و از سقوط کشورمان جلوگیری به عمل بیاوریم، هیچ راه چاره‌ای نداریم مگر اینکه با اتحاد و یگانگی به یک جایی برسیم که بتوانیم به جهانیان نشان بدهیم که اراده ملت ایران بر اراده خونخواران جهان میچربد. فقط در سایه اتحاد و اتفاق است که ما میتوانیم به جامعه جهانی بفهمانیم و بقبولانیم که ما آماده تا آخرین نفر و آخرین قطره خون از استقلال میهنمون و از تمامیت ارضی کشورمون دفاع بکنیم و در آن صورت است که شاید بتوان نقشه های بسیار خطرناکی رو که این آیان برای کل خاورمیانه و من جمله کشور ما کشیده‌اند رو جلوگیری کرد. در غیر این صورت من تصور میکنم متاسفانه روندی خاورمیانه از ایران آغاز شد با سقوط رژیم پادشاهی در ایران و بعد اتفاقات دیگری که در منطقه رخ داد و در تونس و لیبی و جنگ ناجوان مردانه‌ای که بر علیه عراق انجام شد و اشغال کشور عراق و در هم ریختن تمام ساختارهای
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی عراق و بعد مجزا کردن منطقه کردنشین عراق از این کشور، همه اینها سرآغاز اجرای طرح برژینسکی است. تمام اینها سرآغاز شروع طرح خاورمیانه جدید است. ملت ایران امروز بایستی با هوشیاری و درایت به این مسائل دقت بکند. امروز ما بایستی در روش سیاسی خودمون و در نگرشمون به اوضاع داخلی ایران تجدید نظر کنیم. تا رژیم جمهوری اسلامی در ایران روی کار است، با توجه به آنچه که اینها در طی 34 سال گذشته انجام دادند، با توجه به اینکه نشان دادند که قابلیت و توانایی کافی برای اداره امور کشور را ندارند، ما ملت ایران بایستی فکری کنیم برای تغییر این رژیم، برای فشار آوردن به جامعه جهانی که دست از حمایت از این رژیم ضد ایرانی بکشند و به ملت ایران اجازه بدهند تا سرنوشت خود را خود تعیین کنند. و این اتفاق رخ نخواهد داد مگر با یک پارچگی ما، مگر با اتحاد ما، مگر با شناخت ما، شناخت صحیح ما از مصالح ملی کشورم. زمانی که مصالح ملی کشور خود رو دقیقاً بشناسیم، می توانیم آرزو کنیم و امیدوار باشیم که در راه درستی قدم برداشتیم و می رویم به اون جایی که بتوانیم کشورمان را نجات بدهیم. آنچه که در حال حاضر در خاورمیانه در شرف وقوع است داستانی بسیار طولانی دارد، برای اینکه هر یک از کشورهای خاورمیانه، چه کشورهای کوچکی مانند امارات عربی متحده یا کشور کوچک قطر یا کویت یا بحرین، اینها به نوعی دیگر، و کشور بزرگتر و ثروتمندتر و قدرتمندتر عربستان به نوعی دیگر در معرض خطر خودشون رو احساس میکنند. هر کدام آمدند به نوعی در مقابل این فشارهایی که از سوی این مثلث آمریکا، انگلستان و اسرائیل بر روی اینها وارد می شود دارند مقاومت می کنند و راه حل هایی پیدا می کنند. این راه حل ها بعضا راه حل های مناسب نیست، یعنی چه بسا نه تنها کمکی به مشکلات نمی کند، بلکه مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه می کند. مثلا دست و دلبازی بیدریغ عربستان سعودی در مورد حمایت از نیروهای سلفی و جهادی در مقابل اخوان المسلمین نه تنها کار درستی برای منطقه نمی کند، بلکه خونریزی ها، کشتارها و اختلافات مذهبی رو دامن می زند. از سوی دیگر کمک های بیدریغ ایران به شیعیان در عراق و شیعیان در سوریه کمک می کند که این جنگ های مذهبی تشدید پیدا بکنند و به این ترتیب کشورهای اقمار عربستان سعودی هستند دارند کوشش می کنند به مسلح کردن کسانی که در واقع با شیعیان می جنگند، مسلح کردن کسانی که می توانند منافع آمریکا و خواستهای آمریکا و اسرائیل رو در منطقه برای مدتی به تعویق بیاندازند و در نتیجه کمک هایی که اینها به اون گروه ها می کنند، گروه های دیگری هستند، کشورهای دیگری هستند که به سایر گروه ها کمک می کنند و یک کلاف سردرگمی امروز در خاورمیانه به وجود آمده که راه حلش بسیار بسیار مشکل است. نمونه بارز این سردرگمی در سوریه است که اعتراضات مردمی که می توانست به سرعت خاموش بشود و حقوقی رو که مردم درخواست می‌کردند تأمین بکنند و مردم رو راضی کنند و به خانه‌های خودشون برگردونند و چرخهای مملکت بگردند و خون‌های بیگناهان زیادی ریخته نشود، می‌بینیم که چگونه با همین دسیسه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل به آشوبی شد که امروز نه تنها کشور سوریه و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و صنعتی سوریه رو دارد نابود می‌کند، بلکه تعداد زیادی از انسان‌های بیگناه رو هم به نابودی کشانده است.
بنابراین وضعیتی که امروز میتوانم بگویم آمریکا به کمک متحدانش بر منطقه خاورمیانه تحمیل کرده است، متاسفانه وضعیت خوبی نیست و شوربختانه رهبرانی در منطقه نیستند که بتوانند اون کاریزمای لازم رو داشته باشند که در یک چنین شرایط بحرانی این کشورها رو از این ورطه هولناک بیرون بکشند و در نتیجه با حال و سیاست‌های غلط و سیاست‌های چندگانه‌ای که دارند منطقه مرتب دارند به سوی یک واژگونی فرو میبرند. بینندگان عزیز، ما مردم ایران سرنوشتی جدا از سرنوشت سایر خاورمیانه نداریم. ما مردم ایران هم نه تنها نگران وضعیت کشور خودمون هستیم، بلکه نگران وضعیت مردمان دیگر کشورها، دیگر همسایگانمون هم هستیم. اونهایی که امروز سعی میکنند بین ما و سایر کشورهای منطقه تفرقه بیفکنند، چه از طریق قومی، چه از طریق مذهبی و به هر شکل و به هر روی دیگر، بایستی متوجه باشیم که تمام اینها عوارضش به ما و منطقه برمیگرده. امروز ما ایرانی ها همانطور که در طی قرنهای متمادی پرچمدار تمدن، انسانیت و پیشرفت در منطقه خاورمیانه بوده ایم و فرهنگ گسترده ایران از مدیترانه تا رود سند گسترده بوده است و از ماورای قفقاز تا خلیج فارس و اقیانوس هند، امروز نیز ناگزیر هستیم که با بازشناخت پیشینه تاریخی خودمون و با ارج نهادن به آن پیشینه، با درایت، با درک درست از مصالح ملی خودمون، نه تنها با یک اراده آهنین و با یک همبستگی کامل ملی وضعیت کشور خودمون رو اصلاح کنیم، بلکه به عنوان محور صلح و امنیت در خاورمیانه و شاید در جهان موقعیت حساسی رو که ما ملت ایران به صورت طبیعی و تاریخی بر عهده داریم رو بشناسیم و اجرا کنیم. من تصور می‌کنم کنگره همبستگی ایرانیان که بخشی از جبهه هماهنگ مبارزان ایران است، به خوبی به وظیفه سنگینی که بر عهده ملت ایران است آگاه است و در این راستا هست که دوستان و هموندان ما، سرورانی که در کنگره و جبهه هماهنگ مبارزان ایران در حال تلاش ممتد سیاسی هستند برای نجات کشور و سرنگونی این رژیم بیکفایت، دارند سعی میکنند تا آنجا که میتوانند به جذب گروه‌های سیاسی و تشکلاتی که در سراسر جهان هستند اقدام بکنند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد مگر اصول اساسی که هر ایرانی میهن پرستی به اون اعتقاد دارد: حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال کشور، حفظ یک پارچگی مملکت، پرچم سرنگ پر افتخار شیر و خورشید نشان ایران و جدایی دین از حکومت و استقرار یک حکومت دموکراتیک، صرف نظر از اینکه نامش جمهوری باشد یا پادشاهی. بنابراین همه کسانی که ادعای میهن پرستی دارند، همه کسانی که دلسوز میهن هستند، همه آن کسانی که با توجه به عرایض من نگران آینده ایران، نگران آینده خاورمیانه و نگران همسایگان ما هستند، می توانند دست دوستی دراز کنند و مسلماً دست دوستی اونها به گرمی شد و می توانیم در کنار یکدیگر یک حماسه خلق کنیم که به جهانیان نشان دهیم بار دیگر که اراده ملت ها مافوق اراده تئوریسین ها و کسانی است که پشت درهای بسته برای ملت های دیگر نقشه های شوم و شیطانی تهیه می کنند و باعث کشتار
و ایجاد ناامنی و سقوط اقتصاد این کشورها و به زانو درآوردن ملت‌ها می‌شوند. من سپاسگزاری می‌کنم از اتاق فرمان. به من اطلاع دادند که 5 دقیقه بیشتر به پایان وقت ما باقی نمانده و من تصور میکنم که آنچه را که در این برنامه قابل گفتگو بود رو عرض کردم. مطالب بسیار زیاد است. اتفاقاتی که در خاورمیانه در شرف است، اخیراً دیدیم 2 مرتبه تونس دچار مشکلاتی شده است و کشور لیبی در آستانه تغییرات و تحولاتی است. متاسفانه کشورهای اردن هاشمی و کشور عربستان سعودی هم دچار گرفتاری‌هایی هستند. تا آنجا که من اطلاع دارم تعداد بسیار زیادی از خرابکاران اسلامی است در کشور امارات عربی متحده هم دستگیر شدند و محاکمه آنها همچنان دارد و به طور کلی کشورهای منطقه سعی می‌کنند در مقابل این هجومی که بر اونها تحمیل شده است تا آنجا که می‌توانند مقاومت بکنند. باز شدن درهای سیاسی، آنچه که در واقع خواست آقای جیمی کارتر بود، بر اساس همون طرح قدیمی برژینسکی در ایران دیدیم که چه فاجعه‌ای به بار آورد و امروز کشورهای همسایه از وضعیتی که متاسفانه بر ما تحمیل شد و ما رو به این مخمصه نشانده است آگاه هستند و اونها دارن سعی میکنن که از بروز یک چنین وضعی جلوگیری بکنن. به هر صورت روزگار خوشی برای منطقه خاورمیانه در حال حاضر نیست و آنچه هست ناخوشایند و نامطبوع. امیدوار هستیم با بیداری ملت‌های منطقه و با هوشیاری ملت‌های منطقه، همانطور که مردم ترکیه نشان دادند. دیروز دیدیم که یکی از در واقع مذهبیون ترکیه، یکی از این ملایان مذهبی این کشور فرمان داده بود که خانم‌های حامله بایستی شرم بکنن از اینکه در خیابان‌ها و مجامع عمومی ظاهر بشوند. دیدیم که چطور خانم‌های حامله با نشان دادن شکم‌های خودشون در ملأ عام در واقع جلوی این حرکت رو گرفتند، یا دیدیم که چگونه مردم مصر به خیابان‌ها آمدند و جلوی تندروی‌های آقای دکتر محمد مرسی رو گرفتند و کشورهایی که امروز بیدار هستند، مردمانی که امروز میدانند باید چه بکنند، روزگار بهتری رو در سرزمین‌های خودشون آزمایش بکنند و اونهایی که کماکان دنبال اصلاح طلبی هستند، کسانی که فکر میکنن هنوز جمهوری اسلامی قبله اونها هست و توسط این رژیم میتوانند تغییراتی رو در مملکت ایجاد کنند که سرانجام ضامن آزادی هایی برای ملت ایران باشد، ضامن پیشرفت برای ملت ایران باشد، به باز ساخت زیربنای ویران شده اقتصاد و سیاست و امنیت در ایران بپردازد. من فکر میکنم که جزء کسانی هستند که سخت در اشتباهند و دیر یا زود ناگزیر هستند که تغییر روش بدهند و به مردمان خوشفکر بپیوندند و بدانند که این افکار امروز کار نمی کند و تنها هوشیاری و بیداری و روشنفکری است که تواند ملت ایران و ملت خاورمیانه رو از این وضعیت بیرون ببرند. با سپاس بسیار، پاینده ایران، و تا برنامه دیگر بدرود میگویم حضور شما نازنینانی که این برنامه رو مشاهده فرمودید. سپاسگزارم. سرزمین ما بستر دلاوران، خاک بهروان گهواره آزادگان.
نوجوان ما ای نهال جاودان نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنند این چنین مرگ و خرفشانند چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما نوید شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جان نمی گریزیم درهای آزادی را با چنگ و دندان گشاییم ما یاد جان باختگانمان را هم گرامی داریم سرزمین ما بستر دلاوران خاک بهروان گهواره آزادگان نوجوان ما ای نهال جاودان نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنند این چنین مرگ و خرفشانند چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما نوید شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جان نمی گریزیم درهای آزادی را با چنگ و دندان گشاییم